بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به تمام کاربران عزیز. خب عزیزان، در خدمت رو هستیم با جلسه دوم از دوره‌های آموزشی اسکیول سرور 2014 نسخه انترپرایز، کاملترین نسخه. خب در جلسه قبل که یک توضیحات تکمیلی در مورد لاگین کردن، حالا به صورت ویندوز آنتنتیکیشن و اسکیول سرور آتنتیکیشن رو و از نظر امنیت رو واسهتون بررسی کردیم. در این جلسه کم کم پیش میریم وارد مسائل داخلی تر اسکیول سرور میشیم. خب یک نکته رو واسهتون بهتون بگم، به اسکیول سرور SSMS هم میگن، یا کنین مخفف کلمه SQL Server Management Studio SSMS. اگر یه وقتی یک جای این چیز رو نوشته بود، منظورش همون SQL Server Management Studio هستش. خب من با حالت امنیتی ویندوز مود، حالا ویندوز آتنتیکیشن، کانکت میشم به دیتابیس خودم، حالا به محیط SQL خودم. خب من آیتم هایی که هستش رو واسه معرفی میکنم. نگاه کنید، ما حالا نمیایم که مثلا بیایم که سیو آل و نیو و اوپن و این چیزا چی هستش. اینا دیگه در تمامی حالا برنامه که مثلا نرم افزاره که استفاده میکنیم، مثل مسائل آفیس، مثل ورد، اکسل، پاورپوینت، اینا دیگه هستش. اینا رو مطمئن هستم که میدونیم. کار با ادیتار رو نداریم. پنجره ادیت نگاه کنید، اینا که کنترل زد، آندو، ریدو، کات و کپی و پست که هیچی. بیشترین کاری که ما الان باهاش داریم گزینه ویو یا منوی ویو، این آیتم ها هستش. نگاه کنید، ما یه وقتی که این پنجره نداشته باشه، این الان یک محیط خام هستش، هیچی نیستش. اینجا با میاد در قسمت ویو، نگاه کنید، اگر کلید F8 رو بزنید، محیط آبجکت اکسپلورر یا همین محیط رو واسهتون میاره. نگاه کنید، کلید F8 رو که بزنم واسه میاره. نگاه کنید، این محیط یکم از نظر ما محدوده، ما نمیتونیم که کار خاصی رو زیاد انجام بدیم. ببینید که یک محیط بازتری رو داشته باشیم، یک آبجکت اکسپلورر دیتیلز اضافه یعنی هستش، یعنی همراه با یک پنجره شیئی ها همراه با جزئیات. نگاه کنید، ویو آبجکت اکسپلورر دیتیلز، اون رو با کلید F7 میتونید که فعال کنید. نگاه کنید به این صورت که این پنجره هم مانند همینجا هستش. مثلا داخل دیتابیس که من میشم، نگاه کنید، کلید بک داره، فوروارد، حالا آپ، بعد حالت سینکرونایز هستش، رفرش، مانند همینجا. آیتم هایی که دیگه هستش، نگاه کنید، عرضم به حضورتون، میتونید که این آیتم ها رو هم در اینجا هم داشته باشید. خب بعضی که هستش، نگاه کنید، ما الان نمیخوام که کلن یک باره برم وارد دیتابیس بشم، بگم که دیتابیس چیه و از چه اجزایی تشکیل شده. نگاه کنید، قبل از اینکه وارد دیتابیس بشیم، من یک سری موارد رو توضیح بدم به یک سری مفهوم ها. نگاه کنید، من حالا این یادداشت رو مثلا بازش کنم. ما یک سری مفهومات داریم به نام فیلد، یکی رکورد و یکی چی؟ جدول، و یکی هم دیتابیس یا پایگاه داده. نگاه کنید، ما فیلد چی هستش؟ فیلد به یک سری مشخصات یک انتیتی یا یک موجودیت رو فیلد میگیم. مثلا برای یک دانشجو، حالا دانشجو چه آیتم هایی داره، چه فیلد هایی داره؟ یکی کد، نگاه کنید، یکی کد دانشجویی داره،
کد دانشجویی، یکی نام داره، یکی یکی هم مثلا فامیلی داره، بعد مثلا مثلا شماره شناسنامه داره. به هر یک از این اجزا یا این اتریبیوت ها که واسه این دانشجو هستش میگیم فیلد. خب حالا رکورد چیه؟ رکورد به همین دانشجو که دارای این خصوصیات هستش میگیم رکورد. این رکورد. خب پس با مفهوم فیلد با رکورد الان آشنا شدیم. جدول نگاه کنید، ما مثلا در مثلا سیستم دانشگاه در نظر بگیریم، ما یک سری جدول هایی رو داریم، یک سری آیتم هایی داریم، شامل چند تا زیر مجموعه هستش. مثلا من این رو پاکش کنم، مثلا جدول شهریه رو داریم، ای بابا شهریه رو داریم. بعد مثلا جدول درس ها رو داریم، جدول مثلا ثبت نام دانشجوها، مثلا جدول ارزم به حضورتون، حالا فعلا همینا باشه، جدول شهریه، جدول درس ها و جدول دانشجوها، که مثلا همین دانشجوها دو یک سری آیتم زیر مجموعه دارن، رکورد دارن و فیلد دیگه، درسته؟ خب اینها چی هستن؟ اینا جداولی هستن که در دیتابیس، حالا در دیتابیس کجا قرار دارن؟ میگم که این مثلا DB در دیتابیس دانشگاه در دیتابیس دانشگاه قرار دارن. پس به این صورت شد که به مجموعه از جداول میگن چی؟ یک دیتابیس، درسته؟ به مجموعه از این جداول میگن چی؟ یک دیتابیس. خب حالا اگر ما بخوایم که دیتابیس رو ایجاد کنیم، میتونیم که به این صورت عمل کنیم. قبل از اینکه حالا این نکته رو بهتون بگم، نگاه کنید در مورد حالا دیسکانکت و کانکت. ما میتونیم که همزمان در محیط SQL سرور چی باشیم؟ چندین سرور رو مدیریت کنیم. نگاه کنید من اگر کانکت رو بزنم، میگم که مثلا آنالیز سروایسز، کانکت رو بزنم، نگاه کنید به این صورت اینا رو واسه من آورد. هم الان دارم از مثلا از نوع دیتابیس انجین دارم استفاده میکنم و این هم از نوع آنالیز سرویس یا سروایسز. پس یک محیط یوزر فرندلی هستش، یک محیط کاربرپسندی هستش، یک خیلی محیط قدرتمندی رو مایکروسافت اومده که ایجاد کرده در SQL سرور. خیلی قابلیت‌های قوی و قدرتمندی و یک سری عملیات‌های امنیتی زیادی گنجونده شده در این محیط SQL سرور، به خصوص در SQL سرور 2014. پس من میتونم که در یک زمان از چندین سرور استفاده کنم. نگاه کنین گزینه‌ای که دیگه هستش، من میتونم که به راحتی مثلا من وقتی اینجا کانکت رو میزنم اینجا رو انتخاب نکنم، درسته؟ مثلا من میخوام که ریپورتینگ سروایسز رو انتخاب کنم. نگاه کنید همینجا میگم که ریپورتینگ سروایسز، نگاه کنید این گزینه غیر فعال میشه دیگه، مثلا کانکت رو میزنم و حالا مثلا وارد میشه مثلا. خب پس به این احتیاجی نده، بعد راحت میتونید که رویش انتخاب کنید، از میدان فایل دیسکانکت رو بزنید یا همینجا دیسکانکت بزنید یا اینجا راست کلیک دیسکانکت رو بزنید. خب من برای ایجاد دیتابیس میتونم که نگاه کنید دیتابیس چند جور میتونیم ایجاد کنیم. یکی این که با استفاده از کد نویسی، یکم حالت ویزاردی. حالت ویزاردی به این صورت هستش که همینجا من مثلا نگاه کنید
حالا حالت هایی که میتونیم ایجاد کنیم واسهتون میگم. یکی این که دیتابیس رو من روش دابل کلیک کنم، یعنی وارد دیتابیس بشم. راست کلیک نیو دیتابیس رو بزنم، یعنی در شاخه دیتابیس. اگر برگردم اینجا نمیتونم دیتابیس رو ایجاد کنم، اینجا فقط میتونم کانکت و دیسکانکت، یعنی فعلا در ریشه سایت هستم، ببخشید در ریشه آدرس هستم. یا میتونیم که همینجا راست کلیک کنید نیو دیتابیس رو بزنید، حالا یا همینجا بیا که اینجا نیو دیتابیس رو بزنید. راحت ترین کار همینه که همینجا نیو دیتابیس رو راست کلیک کنید، نیو دیتابیس رو بزنید. نگاه کنید، بعد آلت کد نویسید به این صورت که شما یک نیو کوئری رو ایجاد میکنید، یک پرسجو، یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی کنترل ان. نگاه کنید وقتی روی اون بیای مینویسه که کنترل ان رو که بزنم میگه که حالا کوئری خودتون ایجاد کنید. کوئری ها پرسجو حالا فعلا به این بخش کارش نداریم، بعد واسهتون توضیح خواهم داد. یعنی خیلی ما با این محیط کار داریم. خب پس به این صورت برای یه دیتا حالا میایم که دیتابیس خودمون میخوام ایجاد کنیم. راست کلیک میکنم، گزینه نیو دیتابیس رو انتخاب میکنم. همونطور که مشاهده میکنید پنجره نیو دیتابیس ایجاد شد. حالت 3 تا قسمت داره: جنرال، آپشن هایی که میتونیم به اون دیتابیس بدیم و یک سری فایل گروپ ها که حالا در وقت خودش اون من توضیح خواهم داد. دیتابیس نیم، هر نام دلخواهی که میخوان ایجاد میکنید. مثلا من برای سیستم دانشگاه میگم که یونیور. نگاه کنید اینجا فایل های دیتابیس من هستش. فعلا اونر رو فعلا کارش نداریم، بعد واسهتون توضیح خواهم داد. در قسمت لاجیکال نیم یا نام فیزیکی یا نام منطقی میگن. لاجیکال نام منطقی. یک یونیور ایجاد کرد، یکی یونیور لاگ. یونیور لاگ، حالا این یونیور با پسوند MDF هستش که اطلاعاتی که ما در اون ذخیره میکنیم در فایل یونیور با پسوند MDF ذخیره میشه. خب نگاه کنید 2 تا فایل رو ایجاد کرد دیگه. یکی یونیور دات MDF، هنوز کرییت رو نداریم. یکی یونیور لاگ با چه پسوندی؟ پسوند اون نگاه کنید گفته چی؟ لاگ هستش، فایل تایپش. یعنی اینجا نگفته که مثلا MDF هستش، میگه که روز دیتا، یعنی تعداد داده ای از یک سری سطرهایی از داده ها، اینجوری واسهتون بگم، سطرهایی از داده ها. اینجا لاگ یعنی همون ترانزکشن ها، همون تراکنش هایی که در اون دیتابیس انجام میشه، اما از insert, update, delete, select و دستورات alter و چیزهای دیگه. ما وقتی که عرضم به حضورتون LDF هستش، نگاه کنید وقتی که اوکی رو میزنیم چیکار انجام میشه؟ میاد 2 تا فایل رو واسه ما ایجاد میکنه، یکی یونیور MDF و یکی دیگه یونیور LDF که شامل تراکنش ها در اون هستش. عرضم به حضورتون یک سری تغییراتی که در SQL Server 2014 نسبت به SQL Server 2012 و 2008 اعمال شده، فعلا حالا بحث فایل گروپ رو نمیگم، بحث اندازه یا حجم اون دیتابیس هستش. حالت پیش‌فرض در SQL Server 2014 اومده که واسه فایل یونیور ما MDF، فایل بانک اطلاعاتی ما که داده ها در اون ذخیره میشه 5 مگ هستش و واسه فایل تراکنش ها 2 مگ قرار داده. اینجا گفته که این بر حسب مگابایت. ولی اگر حالا SQL Server رو مثلا 2012 و 2008 رو باز کنید، اینجا مقدار 3 هستش، 3 مگابایت و برای فایل ترانزکشنمون
1 مگ هستش. خب پس این یکی از تغییرات حجمی بود که در SQL Server 2014 اعمال شده. این بحثم بعدا واسهتون خواهم گفت به صورت کامل. بحث رشد کردن دیتابیس، مثلا هر اطلاعاتی که داره مثلا داره پر میشه، یعنی دیتابیس که داره پر میشه حجمش چند مگ دیتابیس ما رشد پیدا کنه. و یک آدرس داریم پد، یعنی کجا این دیتابیس ما ذخیره کنیم. من این آدرس رو دوست ندارم، خیلی مثلا آدرس طولانی هستش. من مثلا میگم که در درایو سی در مثلا یک DB for training اینجا ایجاد کرده بودم. اینجا هم نگاه کنید، دقت داشته باشین که هر جا که فایل MDF تون یا فایل دادتون رو آدرس پیش بدین، فایل LDF یا همون تراکنش ها حتما باید بغل اون یا در کنار اون قرار بگیره، و اگر نه وقتی که میخواید بعدا از اون استفاده کنید و اون فایل LDF وجود نداشته باشه، اون دیتابیس نمیتونه ازش استفاده کنید. پس همون آدرس رو ما بهش میدیم. خب دوتایی کنار هم قرار گرفتن. خب گزینه بعدی ما کنیم کلیشن هستش که حالت دیفالت قرار گرفته. حالت دیفالت الان چی هستش؟ وقتی شما SQL سرور رو دارین نصب میکنید، یک جایی داره حالا به نام کلیشن برای نوع زبان حالا اون فول تکست سرچ هایی که میتونه ساپورت کنه در داخل دیتامون. در SQL سرور 2000 و 2005 ما از فارسی پشتیبانی نمی‌کرد، یعنی پشتیبانی می‌کرد، ما در حالت عادی حالت عربیک بود در SQL سرور 2000 و 2005. حالا هم وقتی که می‌خوای نصب کنین 2008 و 2012 و 2014 روی عربیک چی شده. حالا عربیک رو براتون بیارم. عربیک 100 بین، این 100 الان نسخه هستش. خب این عربیک 100 بین هستش. من وقتی که داشتم نصب می‌کردم همون حالت پیش‌فرض قرار دادم، چون گفتم که حالا بعداً خودم میام عوضش میکنم واسه هر دیتابیسی. پس این که میگه پیش‌فرض دیفالت، منظورش همون آیتمی هستش که در هنگام نصب شما انتخاب کردین. عربیک حالا خیلی قبلنا، حالا اون تو نسخه 2000-2005 خیلی اذیت میکرد. مثلا یک سری دادای فارسی که ما میخواستیم وارد کنیم یک سری مشکلاتی داشت، اما از همین حرف گ، چ، پ، ژ که در داخل حروف عربی وجود ندارن و در فول تکست سرچ هم خیلی اذیت میکرد. بعد از SQL سرور 2008 تا به بعد گزینه پرشین 100 بین اضافه شده که مایکروسافت به SQL سرور ما اضافه کرد. خب این میتونیم که انتخاب کنیم حالت پرشین 100 بین که داده های فارسی ما رو به صورت کامل از اون پشتیبانی کنه. خب اینا رو عرضم به حضورتون میتونید که انتخاب کنین. ریکاوری مود حالا اینا بعدا واسهتون میگم، اینم که واسهتون میگم کانتنت ها و کامپلیبیلیتی لیول ها واسهتون میگم اونا، چون یکم بحث زیاد میخواد. حالا نگاه کنید، میگه که وقتی شما این دیتابیس رو ایجاد میکنید، حالا نگاه کنید یک چیزی که دیگه هستش، نگاه کنید این 90/120 نگاه کنید روی هر SQL سرور که نصب کنید، مثلا 2005 شما از اون پوشه یا اون دیتابیس میفهمید که این مال چه نسخه ای هستش. مثلا من میام در درایو سی پروگرام فایل
SQL سرور، حالا مایکروسافت SQL سرور. نگاه کنید دیتا SQL سرور هایی که من حالا دارم، مثلا نسخه حالا 90 حالا 90 100 110 120 اینا رو مثلا پشتیبانی میکنه SQL سرور 2014 دیگه. وقتی که این نصب میشه یعنی باید نگاه کنید SQL سرور 2014 داره میگه که از نسخه 2005 من چیکار میکنم؟ پشتیبانی میکنم تا ورژن خودم. خب وقتی شما اسکیل سرور نصب میکنید، حالا نسخه 2008 پوشه هاتون زده عدد 100 دیگه، درسته؟ اینجا چی زده؟ 12 زده، یعنی 120. خب که داده هامون در داده ها دیتابیس که ایجاد میکنه پیش‌فرض در اینجا قرار میگیره. خب پس مثلا شما میخواین که مثلا شما یک پروژه نوشتین، خب روی سیستم خودتون اسکیل سرور 2014 نصب هستش، ولی در دانشگاه وقتی میخواین که دیتابیس رو اتچ کنید و ازشون استفاده کنید اسکیل سرور 2008 نصب هستش یا 2012. پس شما اینجا مجبورید که اینجا اسکیل سرور 2008 رو انتخاب کنید که وقتی میخواین که در دانشگاهتون از اونجا استفاده بکنید هیچ مشکلی نداشته باشه و بتونه اون رو ساپورت کنه و بتونه اون رو پشتیبانی کنه. اینم از گزینه‌های مهم هستش. پس اینجا به دو گزینه مهم اشاره کردیم، یکی این که قابلیت حالا مناسب بودن پشتیبانی یا یکم حالت کلیشن. این هم تا اینجا فعلا تا اینجا رو داشته باشین. من در جلسات بعدی آیتم های بهتر رو براتون میگم. تا جلسه آموزشی بعد خدا یار و نگهدار شما.